درس امروز ما در مورد فقره است. فقره را شما میفهمید واحد ساختمانی ستون فقرات است که از خود ساختمان عمومی داره و باز هر فقره هر قسمت کمر و صدر و گردن اینا باز یک خصوصیت های خاص خود هم داره. ساختمان عمومی یک فقره اول جسم داره. تمام فقرات جسم دارن بجز اطلس و اکسس باز میخوانیم این یک ساختمان عمومی است که به نام ورتبرال بودی. این جسم دارای دو سطح مفصلی است، یکی بالا یکی پایین. هر سطح مفصلی است با فقرات پایینش با هم چی میشن؟ مفصل میشه. و در بین از اینا یک دیسک قرار میگیره که به نام دیسکس انتر ورتبرالز. قسمت علوی از با سفلی بالایش و قسمت سفلی از با علوی پایینش چی میشه؟ مفصل میشه. در بین چون چی قرار میگیره؟ دیسکس انتر ورتبرالز. در پولی جسم ما دو دانه پدیکل داریم. این بازو یا به نام پدیکل راست و پدیکل چپ. بیشتر از او دو دانه لمینا داریم. لمینای راست و لمینای چی؟ چپ. یک پدیکل با یک لمینا با هم یک جا میشه. این راست و چپ با هم یک جا میشه. اینا قوسا را تشکیل میدن به نام ورتبرال چی؟ آرک. ورتبرال چی؟ آرک. دیگه یک ساختمان دیگه در قسمت خلق داره به نام اسپاین پروسس یا بارزه نکته و دو دانه بارزه دیگه به طرف جنب داره به نام ترانسورس پروسس. ساختمان‌های جنبیشان دارای دو سطح مفصلی در جسم است که اینا نیمه است. اینا به نام سوپریور آرتیکولار پروسس، اینا به نام انفیریور آرتیکولار پروسس. با نیم دیگه از او از فقره دیگه ما یک جسم یک سطح مفصلی مکمل چی میکنه تشکیل میده که بود اونجا امور رأس از لا در اینجا چی میشه؟ مفصل. دیگه یک سطح مفصلی یا فصل آرتیکولار به طرف جنب در پروسس ترانسورس داره که باز این میره با قسمت توبرکل اما چی؟ توبرکل پوستا یا زل دیگه چی میشه؟ مفصل. مجموعاً سه مفصل در طرف جنب اینا چی میکنه؟ تشکیل میده. دیگه دو دانه ناش داره، یکی انفیریور ورتبرال ناش یکی سوپریور ورتبرال ناش. وقتی که بالا آمد سرجی قرار میده از پایین از اینجا یا با چی تبدیل میشه؟ با فورامن تبدیل میشه. بعد از بین از اینا اعصاب شوکی یا اسپاینال نرو چی میشه؟ خارج میشه. فرق بین فقرات یعنی یک فقره رقبی است. از کجا بفهم که رقبی است؟ چون رقبی ها که است از خود چی دارم؟ فورامن ترانسورس دارم. اینی رو به نام فورامن ترانسورس یا ترانسورساریوم فورامن. دیگاش این رقم ساختمان نداره. پس سرویکال ها یا رقبی ها اکثرا ترانسورس فورامن. دیگه صدری که هست کوستال فاسد داره. کوستال فاسد که بخاطر که این جگه امو توبریزیتی پوستا در این مفصل میشه. باز رأسش که می آمد در جسم فقره و توبریزیت قبرغه یا ازلا میاد با فاسد کوستال فاسد که در ترانسورس پروسس از روی صدری است با اون مفصل. از روی اینمی کوستال فاسد ها ما میفهمیم که از صدری است. اینی از قطنی است چون نه اینه داره ترانسورس فورامن داره و نه کوستال فاسد داره. هر دو شکل نداشت بزرگ ما قطنی را نمبر میشه که فاسد ها یک نماینده از این انتخاب بکنیم به نام اطلس یا اولین استخوانی که مورای گردن ما شما چی میکنه تشکیل میده. اولین فقره که ستون فقرات دولوی چی کرده تشکیل داد. این به نام C1 سرویکال 1 یا به نام اطلس شد. این فاقد جسم فقری است. جسم فقری نداره و فاقد اسپاین پروسس است یا بارزه که نکته از طرف خلف است نداره. بیوازش از دو کتله ساخته شده به نام لاترال ماس. لاترال ماس های جنبی یا کتلات جنبی در طرف شده و دو قوس ساخته شده، قوس قدامی و قوس خلفی. لاترال ماس دارای ساختمان های زیر است. یک سطح مفصلی دولوی داره که میره با اوکسیپیتال مفصل میشه و یک مفصل به نام لاترال اتلانتو اوکسیپیتال جوینت تشکیل میده و یک سطح مفصلی در پایین عزیز که باز میره با اکسس مفصل میشه لاترال اتلانتو اکسیال جوینت تشکیل میده. دیگه یک سوراخ به طرف جنبی به نام ترانسورس فورامن داره و یک بارزه هم داره به نام ترانسورس پروسس. دیگه دو قوس داره، قوس قدامی و قوس خلفی. قوس قدامی از این به نام آنتریور آرک یاد میکنن که دارای دو ساختمان است که در قدامش یکی در خلف. در قدامش یک توبرکل است آنتریور توبرکل، در خلفش یک
یک سطح مفصلی است که این سطح مفصلی با دنس اکسس مفصل میشه و یک مفصل در قسمت وسط میسته به نام میدیان اتلانتو اکسیال جوینت. میدیان متوسط، میدیال اون چی رو میگم، میدیان چرا متوسط؟ در قسمت متوسط یک سطح مفصلی میسته با در خلف دنس یک دونه چی میآید؟ لیگامنت به نام ترانسورس لیگامنت میآید و این تثبیت میکنه در جایش. دیگه این قوس خلفیش به نام پاستیریور آرک یاد میکنه یا قوس چی؟ خلفی. این هم دارای یک بارزه در وسط است به نام پاستیریور چی؟ توبرکل یاد میشه. و همچنان یک گروف یا یک سلکوس است که از اینجا شریان ورتبرال چی کنه؟ عبور کنه به خاطر عبور ورتبرال چی؟ آرتری. یعنی تصویر ببینید، یعنی میدیان اتلانتو اکسیال جوینت است که جون در وسط و یک دو مفصل دیگر که در جانبی اطلس و اکسیس مثل اینا لاترال اتلانتو اکسیال جوینت. یکی دیگه که باکسیپیتال مثل اونم لاترال اتلانتو اوکسیپیتال چی میگن؟ جوینت. یعنی دنس یاد میشه، دنس از اکسیس است قطره دوم سی دو است میره با قسمت خلفی قوس قدامی اطلس چی میشه؟ مفصل میشه و توسط ترانسورس لیگامنت چی شده؟ جاش تثبیت شده. بس اصلا